سلام، من مبین داوودی نصب و اینجا سرامیده. سلام بر آقای یهودی عزیز، خوب هستین؟ متشکرم. علیکم سلام به شما. عالی. چه خبرها از این هفته‌ای که گذشت؟ مثل همه دیگه پر چالش و پر مریضی و کلا هفته سنگینی بودیم. خیلی خوشحالم که این سری از پادکست‌های بی‌نقاب همچنان ادامه داره و ما در خدمت شما هستیم. منم خوشحالم که حضور من حداقل از دید شما مفید شده میشه. اینطوره. خب سلام اگه بچه‌ها سلام. انشالله که تن همه سالم باشه، خبر خوش باشه، همه رو به پیشرفت و آگاهی باشه. خب ما تو قسمت گذشته در مورد بیشتر خودشناسی صحبت کردیم، اینکه این ریشه خواستن‌ها از کجا میاد، چجوری باعث میشه که ما از یک نفر خوشمون بیاد، چه معیارهایی باعث میشه که ما از اون شخص خوشمون بیاد و اینکه سوالا رو جواب دادیم قسمت قبلی و حالا میخوام وارد این بشیم که از کجا شروع کنیم. یعنی اگه از کسی خوشمون اومد چی کار کنیم؟ اصلا بریم جلو، نریم جلو، از کدوم محیط اون پارتنرمون رو انتخاب کنیم، نمیدونم چه معیارهایی رو باید ملاک بدیم برای شروع و برای آشنایی اولیه. کلی مطلب شد. آره. خب از اول بریم جلو که باشه. سوال دارید که طبق سوال شما بریم جلو یا من شروع کنم مقدمه چینی کنم بعد شما سوال؟ شما مقدمه رو بچینید که من سوالا رو بیاد بزنم. محل خودشناسی ما اینقدر مهمه که آینده رفتاری ما رو مشخص میکنه. یعنی من اگر بدانم که آدمی هستم نیاز به حمایت دارم، من در مورد خانم آقا بودن صحبت نمی کنم. یعنی در هر دو جنسیت این قضیه هست. حالا ممکنه در یک بعدی، در یک مطلب، یک جنسیت یک رفتار بیشتری رو داشته باشه، در جنسیت دیگری رفتار دیگری بود بشه. علیه حال با فرض اینکه مثلا یکی متوجه بشه که نیاز به حمایت داره، حمایت عاطفی زیادی داره، قطعا نمیره دنبال آدم‌هایی که زیاد قابل اعتماد نیستن. یعنی میگرده از روی پارامترهای ذهنی خودش دست رو شخصی بذاره که به نظر میاد بیشتر میشه بهش اعتماد کرد، پایداری و ماندگاری بیشتری داره و حامی هم هست. این خودشناسی اشتباه کنه دیگه. بله، به قولی معروف گاهن هم ممکنه شما دچار خطای سوگیری بشید، خودتون اشتباه متوجه بشید، اون علائمی که دارید در اون فرد میبینید از روی علاقتونه، از روی میلتونه و از روی واقعیت اون فرد نیست، یا ممکنه اون فرد نقش بازی کنه و این اتفاق بیفته. این برمیگردیش خب شما کسی که پیدا کردید تو کدوم جامعه پیداش کردید، تو کدوم اکیپ بوده، تو کدوم منطقه بوده، آیا کجا پیدا؟ آره ممکنه آقا این فردی که دیدم مثلا من 3 ساله میشناسمش، جزء دایره دوستانمونه، جزء کسانی که داریم کار تحقیقاتی انجام میدیم، تقریبا فهمیدم این اخلاق داره. یا اینکه مثلا یکی بگه آره من کنار خیابونشم رد میشدم یکی دیدم که اینطوریه، قیافش میخوره که آدم حمایتگریه، قطعا خب اون احتمال خطاش خیلی بالاست. خاطر اینکه شما دست روی کدوم جامعه میگذارید که اون پارتنر شما از اونجا گزینه شده، این تعیین کننده است. خب پس اول اونجا خودشناسی. وقتی خودتو میشناسی میدونی چی دلت میخواد، دنبال چی هستی. از طرف دیگه گاهن نگاه میکنی اینقدر خودت شخصیت پایداری نداری. حالا چی؟ آیا تو هم انتخاب میشی؟ آیا تو هم پذیرفته میشی؟ آیا تو هم برای دیگران جذابیت‌های ماندگار داری؟ این خودشناسیه کمک میکنه تو هم حواست باشه که کجا رو داری نگاه میکنی و باید به کدوم سمت نگاه کنی. همین که خودت از دید دیگران آیا مناسب یک رابطه هستی، مناسب یک انتخاب درست هستی، آیا این انتخاب درسته میتونه از تو در هر پله از زندگیت که داری بالا میری یک شخصیت بهتری هم بسازه. آیا از یک پسر یک مرد در میاد، آیا از یک مرد یک همسر در میاد، آیا از یک همسر یک پدر در میاد، آیا از یک پدر یک پدر خوب در میاد.
در دخترها همینطوره. آیا از دختر بچه کوچیک مثلا یه خانم بالغ دارای ثبات و به قولی معروف برقرار کننده نظم رابطه را یک محبت در رابطه یا یک گروزنده عشق در میاد، آیا اون عشق منجر به یک رابطه محکم میشه؟ آیا اون رابطه محکم منجر به انتخاب به عنوان یک همسر میشه؟ آیا اون همسر میتونه زندگی رو راه ببره موازی با مردش؟ آیا میتونه یک مادر خوب باشه؟ آیا میتونه؟ همه اینا رو ما داریم. باید بدونیم خودمونم آیا توی وضعیت هستیم. این پله‌هایی که داریم با هم می‌ریم بالا، بالاخره همه دارن بزرگ میشن. من هم سال آینده نسبت به الانم بزرگتر شدم، چه از نظر سنی و انتظار دارم، چه از نظر درک و شعور و عقل و آگاهی و اون چیزی که جامعه نیاز داره. رشد کردیم دیگه، همه رشد البته بعضی ممکنه رشد نکنن، پارامترها فرق میکنه. از یک کرم خاکی شما انتظار داشتین مار در بیاد، خب اونم رشده، اما مار از توش در نمیاد، یک کرم خاکی بزرگتر در میاد. اون در منظورم بله میدونی الان داشتیم این صحبت رو میکردیم، من به دو نکته، یعنی مثلا دو چیز رسید به ذهنم که قدیمی ترها میگفتن با همسری که میخوای انتخاب کنی همین به ما بخوره، توی یک محله باشه، نمیدونم از نظر عقایدی شبیه همدیگه باشیم. آره اینا اون خطاها رو بیارن پایین. آره تناقض‌ها و تفاوت‌ها رو بیارن پایین. خب من یه سر مسئله انگلیسی‌ها دارن میگن که شیطانی که میشناسی بهتر از شیطانی که نمیشناسی. بازم بالاخره بدونیم اون کسی که طرف خب بیشتر میشناسیمش دیگه، احتمال اینکه خطا کنیم خیلی کمتره. یارو مثلا از منطقه احمدآباد میره منطقه قدیم‌ترها، الان که کاری نداره، از منطقه احمدآباد میره از منطقه سجاد، به قولی مردی دختری رو انتخاب میکرد، با هم ازدواج میکرد. بعد نتیجهش این میشد که خب درسته که هر دوتا محله منطقه مشهد منطقه با نسبتاً با فرهنگ، نسبتاً از نظر مالی متمول و با زندگی با آسودگی خوبی از نظر اجتماعی بالاتر تقریبا شبیه هم هستن، اما واقعا بافتش با هم فرق میکنه. من که این برای میبینی نگاهی داره به دنیا که این وریا ندارن، ما نگاه به دنیا داریم اون وریا ندارن. البته که اینا بحث منطقه‌ای صحبت کردیم، گاهی میبینی دو تا آدم از یک خانواده هم دارای نگاه‌های متفاوتی هستند. بعد می‌بینی خب داداشش خوب بود، چرا مثلا خودش اینجوریه؟ یا خودش خوبه چرا داداشش اینجوریه؟ باباشون خوبه چرا بچه‌ها این شکلی بدن؟ بله. خلاصه یه چیزی که مثل بازی هندونه هم، ولی میشه درصد خطا رو کمتر کرد. میشه اون ضریب اطمینان رو بیشتر کرد. ولی بالاخره بازم اختلاف نظر و اختلاف خاص و امیال زیاده. خودشناسی به ما جهت میده توی این موضوع. بعد بدونیم باز اگه میخواین پارتنر خوبی انتخاب کنید، همین فصل سفر قهرمان نگاه کنید، در مورد خودشناسی صحبت کرد. به شما کمک کرد خودشناسی؟ من متاسفانه یک عقاب همیشه تنها. شما عقابی؟ جوجه عقاب. فکر میکردم حواسیلی چیزی باشه. نه حالا خارج از بحث اون روابط و اینا، تو زندگی شخصی خودم آره خیلی کمکم کرد سفر قهرمان. آره. منم چند قسمت رو دیدم، صحبت ارزنده بود. به دوستان هم توصیه میکنم یک برگشت عقب بزنن از بابت اپیزودهای گذشته و اینها. این نتیجه نیست. آره خیلی کمکشون میکنه حداقل به اینکه خودشون رو بشناسن و ببینن چی میخوان از این دنیا، از پارتنرشون، از مسیری که میخوان برن ادامهش بدن. استادی داشتم جناب آقای موین که حرف قشنگی میزد. میگفت وقتی اومدی پیش من یه چیزی از من یاد بگیری، همه آگاهیاتو خاموش کن، با این فرق که چی نمیدونی. وقتی گوش میدی اونایی که تکراریه برات، میگه خب این تأییدیست بر آگاهی قبلی من که اشتباه فکر نمی‌کردم. مطالب جدی که خب قطعا وجود داره، میگه حالا اینها رو میپذیرم. اونایی هم که باش اختلاف نظر دارم میشینم روش فکر میکنم، از توش یه چیزی در میاد دیگه، بالاخره ارزش رو داره. خب حالا ما خودشناسی اینا رو کی کردیم، با این فرض که به خودشناسی نسبی رسیدیم از خودمون. حالا میخوایم و اون ببینیم اصلا چی بگم منطقه و
منطقه که نمیشه. آره با توجه به معیارهامون از کدوم محیط و از کجا می‌خوایم پارتنرمون رو انتخاب کنیم. خب حالا گام بعدیش چیه؟ یه تحقیق کوچولو رو میخوندم از یه بزرگی، از یک عزیزی که فارسی زبان هم هستن. میگفتن در آمریکا یه پژوهشی انجام داده ایشون که مردم آمریکا هم مثل مردم ما انقدری که به نظر میاد آزادی عمل ندارن در انتخاب پارتنرشون. البتهشون رجستری تعیین نکرده بود و تحقیق انجام داده بودن، اما خب میگفتن بیایم دسته‌بندی کنیم که شما یا از یک سری یا انقدر آدم قوی هستین توی جوامع مختلف کاری و فرهنگی و ورزشی دارید درست عمل میکنید، حضور دارید و آدم‌های زیادی رو میبینید، یا اینکه مثلا خیلی آدم خیلی کناره هستین، تمام زندگیتون رو گذاشتین واسه کار و استراحت و کار و استراحت، یعنی فرصتی برای اینکه وارد جامعه‌های کوچکتری بشید، مجمع‌هایی بشید ندارید. ایشون اومده خیلی ساده‌تر یه تقسیم بندی ریسک کرده بود. میگفتش که اپلیکیشن‌هایی هست شما میتونید پارتنرتون ازش انتخاب کنید، حتی فارسی زبان. البته فکر کنم اسمش فرق می‌کنه، مثلا تو ایران داشتیم زوجیابی هست. بله زوجیابی و متأسفانه خب خیلی بعضی‌هاش هم ابزارگونه است. شما موضوعش اصلا یه چیز دیگه است، به پارتنر بودن ختم نمیشه، موضوعش اصلا فقط بحث درآمد اقتصادی ایناست، ورود نمی‌کنی بهش. اما برای پارتنری می‌بینید اپلیکیشن هست این کار رو انجام میده. فاز بعدی شبکه‌های اجتماعی رو اومده بودن تقسیم بندی کرده بودن، معرفی آشنایان رو گفته بودن، مثلا به دوستات میسپری یکی از من دنبال کسی میگرد، آیا میتونی کسی رو معرفی کنی که مثلا به روحیه من بخوره یا نه. بعد اجتماعهای مختلف رو گفته بود و در آخر مثلا یه تقسیم بندی خانواده هم توش گذاشته بود که ما زیاد شاید این روزا دیگه نپسندیم کسی تو کارمون دخالت کنه. مثلا بابای دختری بیاد بگه که من یه دوست پسر خوب برات انتخاب کردم، همه ذوق میشن میرن تو زمین. ما اینا رو تقریبا نداریم. ایشون دسته‌بندی کرده جامعه آمریکا و جالب اینجا بود که بازده‌های اینها با هم فرق می‌کنه. من یه دسته‌بندی خیلی سریع انجام دادم از اون صحبتی که دوستمون کرده بودن، اما ظاهرا ایدئال ترین حالت ممکن برای ما اینه که تو جمع‌هایی که میشناسیمشون بگردیم دنبال فردی که مثل ما شاید مشابه ما فکر میکنه، ایدئالاش با ما برابری میکنه، یا ایدئال ما در اون فرده. مثال عرض میکنم، شما اگر علاقه‌مند هستین که دختری که قرار باش وارد رابطه بشید سلامت جسمانی براش مهمه، سلامت روحی روانیش براش مهمه و به خودش و ظاهرش اهمیت میده، قطعا میرید سراغ کسانی که تو حوزه ورزش ظاهرا فعال‌ترن. لاین بعدی میگه خب میره به کسایی که به خود مراقبتی و برندینگ لباسایی که میپوشن، ابزار ادوات که انتخاب میکنن، حتی خوردنیاشون اهمیت میده. این سلسله مراتب رو میری دنبالش دیگه. بعد میبینی خودت الان توی این جامعه هستی که مثلا داری همش درس میخونی اما دنبال پارتنر توی بود ورزش و سلامتیه و قطعا این خطا خواهی خورد چون خودت با اون تپ آشناییت نداری، اما میخوای به اون جامعه ورود کنی، از اونجا انتخابت رو انجام بدی. در مورد خانم هم همینطور هست. خانم خیلی از دخترهای جوان ورزش نمی‌کنن، علاقه به فعالیت فیزیکی آنچنان ندارن، سختشونه، اصلا تو اولویتشون نیست، اما دنبال یه پسر قد بلند ورزشکار عضلانی سالم زندگی کنه، دیسیپلین داره، لایف استایل داره، اینجوری می‌کردن. بعد آخر سر هم یه پسر سرخورده میشه به این رابطه که اتفاق میفته، یا گاهی خودشون اذیت میشن، میگن ای بابا چرا 10 شب بخوابیم، ای بابا چرا مثلا تلفن رو من قطع می‌کنه که بره مثلا مکملشو بخوره، چرا مثلا روز جمعه به خوابش بیشتر اهمیت میده، پاشیم بریم مثلا فلانجه کله پاچه بخوریم. ببینید این تو چی میخوای، داری تو کدوم جامعه دست میذاری و خودت هم اونجا نیستی، یکمی قضایا رو به هم میریزه دیگه، یعنی اون نظم در. آره ما حالا اینو گفتیم یاد یکی از آشناها افتادم، این بنده خدا با یک خانومی تو رابطه بود، خانم که نمیشه بود، دختری تو رابطه بود، بعد
مادرم سلام دیدم خیلی بد داری نگاه میکنه. بعد این خانم بیشتر انرژیشو میذاشت برای درس خوندن. یعنی مثلا در شاید مثلا 10 ساعتشو درس میخونه، مثلا بگرد فضای دانشگاهی و اینا، و مثلا خونم اکثر انرژیشو پای درس خوندنش میذاشت. مثلا خیلی کم بیرون میرفت، حتی با دوستاش دایره دوستاش خیلی کم بود، مثلا یک دونه دوست داشت، این صرفا فقط درس میخوند. و این دوستم میگفتش که آره نیستش، هیچ وقت نیست، بعد نمیدونم میاد نهایتا 10 دقیقه رو با هم دیگه صحبت میکنیم، بعد دوباره میره درس میخونه. بعد گفتم که خب مگه در جریان نبودی؟ گفت چرا در جریان بودم ولی فکر نمی‌کردم انقدر مثلا بخواد چیز بشه. بعد گفتش که ها نکنه داره خیانت میکنه اینا. گفتم خب وقتی که پیشت هست نمیدونم احساس چیزی میکنی، مثلا احساس میکنی که بهت بی‌توجهی میکنه و اینا. گفت نه وقتی که پیش همین خیلی ریلکسه، نمیدونم نه چیزی رو سعی میکنه ازم پنهان کنه، نه نمیدونم محبتش رو ازم دریغ میکنه، ولی وقتی که نیستیم همش داره درس میکنه، نیستش، یعنی عملا هیچ وقت نیستش. گفتم خب این دیگه بنده خدا روزی که با هم دیگه می‌خواستیم آشنا شیم بعد ازش میپرسیدی آقا بیشتر انرژی روزانه تو داره صرف چی میشه که بعد تو ببینی باهاش میتونی کنار بیای یا نه. بعد گفتش که آره دیگه همیشه هم شد نمرات نیست. خب دیگه وقتی که اینطوری داره زندگی میکنه قطعا تو اگه بخوای بری وارد زندگیش بشی و بگی نه تو درس نخون به خاطر اینکه با من باشی و همین وقت تو با من بگذرونی، قطعا به اون بنده خدا آسیب میزنی. قبلا ایشون اولویتش انتخاب کرده، شما بعداً اضافه شدی به سیستم و بعید به نظر میاد کسی اولویت زندگیش به خاطر ورود فردی به زندگیش تغییر کنه. غالبا انسان تغییر نمیکنه مگر این خودشناسی قطعا اتفاق افتاده باشه، بگی من زندگی عاطفیم برام اینقدر مهمه که یه جایی از زندگیم رو بالا پایین میکنم. خیلی داشتیم طرف داشته پزشکی میخونده ترمای آخر به خاطر اینکه از یه آقایی خوشش اومده، با هم وارد زندگی شدن، همسرش شده، تعطیل کرده درس خوندن. خیلی پیش اومده طرف میخواسته پیشرفت شغلی کنه به خاطر اینکه ازدواج کرده و بچه‌ای تو راه دارن، پیشرفت شغلی که براش خیلی مهم بوده یک زمانی تعطیل کرده. خیلی پیش اومده مردی به خاطر امنیت خانواده‌اش از اون کارهای پلیسی که دوست داشته جدا شده، وارد کار کارمندی ساده با حقوق ریتمیک شده که زندگیش یه امنیتی داشته باشه، زن و بچه‌ش در آرامش ذهنی باشه. این پیشرفته رو تعطیل کرده که آرامش حاکم بشه. ما خیلی این قضیه رو داشتیم ولی الان جامعه ما شاید اینو نپذیره. ما دایره انتخابمون اینقدر گسترده است، شما اراده کنید توی اینستاگرام میتونید با یه نفر جفتجو بشید خیلی سریع، با یه اپلیکیشن میتونید خیلی سریع جفتجو بشید. ممکنه تو حوزه کاریتون یه نفر رو پیدا کنید که خیلی به شما نزدیک باشه، شما کمتر از 3 روز میتونید با اون فرد دیت اول رو بذارید. وقتی اینقدر همه چیز در دسترس شده، خب ما دیگه اینقدر مجبور خودمون تغییر بدیم. این غلطه که الان خیلی حاکمه، من همینم که هستم، میخواستیم منو انتخاب نکنیم، من تغییر نمیکنم همینی که هست. این غلط خیلی بزرگه ها. فقط هم به واسطه اینکه من درسته که تو از من خوشت نمیاد ولی 1000 نفر دیگه از من خوششون میاد. درسته که من تو رو الان میخوام ولی ممکنه من نخوام 100 نفر دیگه تو رو بخوام. این تضادا، این داستانه، این کمپلکس ها، اینها اینقدر زیاد شده که شما نمیتونید دقیقاً دست بزنید بگید درسته یا غلطه. میرسه اون جمله که من توی اپیزود اول فکر کنم گفتم، هیچ راه قطعی برای که بگی شما یه کار درسته، این دستورالعمل زندگی درسته، رابطه درسته، در هیچ جای دنیا وجود نداره. هر کسی راه خودشو باید بره. دستورالعمل من به درد من خود دست شما نمیخوره و بالعکس. هیچ دو تا آدم نمیتونن مثل هم فکر کنن، نمیتونن مثلا عمل کنن تا نتیجه خوبی رو به دست بیارن.
البته تشابهاتی هست ولی که حالا بالاخره این دایره انتخابی هست با این هم اختلاف نظری که ما داریم با هم دیگه. از طرف دیگه هم باید مراقبت کنیم که چی ارزش داره، چه چیزی در ما با ارزشه، چه چیزی در اون فرد با ارزشه. یه زمانی می طرف انقدر انسان با ارزشی از نظر فکری، از نظر رفتاری و از نظر عقل منطق شما میاد یه جاهایی رو کوتاه میاد. این چیزیه که رابطه درست این قضیه رو میطلبه. زن و شوهری که رفتن زیر سقف ممکنه یه رفتاری در یک مرد جذاب نباشه، خوب نباشه. مثلا که سر سفره غذا گوشیشو برمی‌داره، چک میکنه. شاید از نظر خانم خوبه، ولی اینقدر اون خانم مرد میگه خب از اول اینطور بودن، اما خانم اینقدر خانم خوبیه و اینقدر از نظر اون مرد براش ایدئال و مناسبه که حاضر میشه اون رفتار مال شما بوده. واقعا من گوشی میگم نیست. فکر کنم باید اینترنتم خاموش دیدی گردن نمیگرفتی. گردنگیره. این مال من. این دیگه من نبوده. اما گوشت قطعا جن داره. خلاصه از این رو یه زمانی ما بعضی رفتارهامون رو قربانی میکنیم، بعضی مسائلمون که خب میذاره تو اولویت‌های بعدی اصلا تعطیلش میکنن. اون فرد انقدر مهمه که ارزش رو داره. حالا نه اینکه آدم خودش رو کاملا قربانی این قضیه بکنه، چون بعد اون شخصیتی که من هستم میگه من نیستم، میشم قالب انتظار اون فرد. اون هم هست، اما اینکه کدوم رو میشه بالاخره انقدر مهم نباشه که آدم جابجاش کنه، یا اصلا فکر کنه که آره با تغییر یکی دو تا آیتم کیفیت رابطه ما افزایش پیدا کنه. این میگین سرکوبش کنیم نه زیاد. آره هستن که مثلا چند سال برای اینکه زندگیشون بهتر بشه نمیدونم خودشون رو سرکوب میکنن و این جرقه یه تروما آره اون آتیش زیر خاکستری یهویی گور میگیره و به کل نابود میشه. بله. اون زندگی که چند سال ساخته بودن و اینا. پس به نظر من همون اول تعریفا روشن کنه. وقتی ما انقدر حق انتخاب داری با یه نفر آشنا میشی، حالا این سلسله مراتب صحبتمون میشه آقا با یه نفر آشنا میشی احساس میکنی آدم جالبیه، باهاش دیت بذار. تو دیت قرار نیست که شما هم یه گول بزنید، قرار تو دیت با هم آشنا بشین، ببین آقا اینو دوست داری نداری، من اگه اینجوری کنم چیکار میکنید، اولویت زندگی چیه، برنامه چیه، اگه مثلا بخوام این سفر اینطوری بریم شما چیکار میکنی، اگر من مثلا یه جای مجبور بشم به خانواده‌ام اهمیت بیشتری بدم وقت بذارم براشون، تو نگاهت چیه، اگه مثلا یه جا مالی گیر کنم اینجوری من وضعیت شغلی اینطوریه، تو میتونی کمک کنی، من میتونم کمک کنم. این وقتی با هم میشیم صحبت میکنیم آقا من بعدم میاد کسی ملچ ملوش کنه میکنه من تحمل بوی جوراب ندارم، من تحمل بوی بدن ندارم، من تحمل چه میدونم اینکه بوی پیاز ندارم، گوشی زنگ بخوره ندارم. خیلی چیزا هست. من که تو مثلا دوست اجتماعی خانم داری با هم دست میدیم من خوشم نمیاد، تو دوست مثلا اجتماعی آقا داری من دلم نمیخواد اینجوری صدات میکنه، من اینا رو برام مهمه. وقتی صحبت میکنی یا نه آقا جمع کن من اینا نمیتونم، من تو انقدر با ارزش نیستی که من اینا رو تعطیل کنم، حداقل فعلا نمیشناسم. بعد که میگه آقا بیا آزمایشی مدتی با هم باشیم بیشتر بشناسیم یا چه میدونم هم اول حل و فصل میشه دیگه. اون دیت برای همین قضیه است، قراره اول دیت اول اینه. احتمال داره یک نه احتمال داره که دو نفر به فاصله یک هفته همدیگر رو به طور کامل بشناسن و آمادگی ورود به رابطه داشته باشن، یا نه حداقل باید 1 ماه تا 3 ماه اون مدت آشنایی باشه. شما بگو 1 عمر 100 سال با هم زندگی کنن همدیگر رو میشناسن، من میگم نه. برای اون آمادگی رابطه شما اگر با خودت رو راست باشی و خودشناسی تو انجام داده باشی، انتظاراتت رو در آورده باشی، معمولا بین 1 ماه تا 3 ماه میشه فهمید که اون فرد آیا پارامتر مورد نظر شما رو داره و آیا شما در مورد رفتار و اعمال اون فرد آشنا شدی کجاها اعتماد پذیری داری، کجا برات مهمه، کجا مهم نیست. کمتر نمیشه بین 1 تا 3 ماه دیگه. تو 1 هفته یا جذابیت‌های انسانی بالاست که شما ممکنه توی این 1 هفته عملا هورمونات بزنه بالا و اشتباه خط شناختی و خطای سوگیری و
یه هفته مثلا قبلش آشناییت داشته باشن، یه هفته مثلا قصد رابطه داشته باشن، مثلا از قبل یک شناخت کمی داشته باشن. دیگه مثل نگاه کردن به سطح آب میمونه دیگه، متوجه میشی موجدار یا نداره. آره تا زمان که شما سر تو آب فرو کنید یا انگشت بزنید طعمش رو بچشید باز فرق. این نظر منه. ممکنه یه نفر بهش بگه آقا جان به یک ساعت هم میشه فرد و شناخت. البته که تکنیک‌های روانشناسی برای این قضیه وجود داره، تکنیک‌های رفتارشناسی و زبان بدن یا یه سری چیزا تشخیص میدن. در حد آگاهی بنده نیست. من خیلی معمولی تر نگاه میکنم. بعید به نظر میاد چیز نگاه میکنم. ما داریم در مورد روابط جامعه صحبت می‌کنیم، تخصصی. آره. علم روانشناسی رو باز کنیم که خود علم روانشناسی میذاره زمین، میگه انسان‌ها با هم فرق می‌کنن. روز 100 نفر جواب داد، روز نفر 101 یه جور دیگه است. بله. مرسی نگاهتون خوبه. خواهش می‌کنم. بعد ما یکی بود این یکی دیگه؟ نه یکی یکی از دوستان دیگه بود میگفتش که من داشتم طی یک الگوریتمی زندگیمو خیلی مرتب می‌رفتم جلو و نه قصد ورود به رابطه‌ای رو داشتم، نه دلم می‌خواست حداقل تا چند وقت دیگه وارد رابطه‌ای بشم. و میگفت طی اتفاق کاملا ناخودآگاهی پیش بینی نشده. آره پیش بینی نشده با یکی اصلا خودمون نفهمیده اون چی شد و اینا، چون نه اون بنده خدا قصد رابطه داشت نه من قصد رابطه داشتم. صحبتش شکل گرفت 2-3 هفته 3-4 هفته 1 ماه. بعد مثلا میگم قبلا میشناختمش، بعد خب دیگه اون بحث رابطه شد و اینا. ولی خب من ذهنم الان آمادگی این که برم تو رابطه رو باهاش نداره، با اینکه میشناسمش چند وقته، ولی خب چون این الگوریتم زندگیم داره یک راست میرم جلو، الان از لحاظ ذهنی آمادگیشو ندارم. به نظرتون باید چیکار کنم؟ باید صبر کنم که آمادگیشو کامل به دست بیاره یا نه با همدیگه بسازن و برن جلو؟ آره این یه کمی نگران کننده است. آقا هورمون ها باید طبق یه سن و سالی بیاد بالا. دیروزو داره خصوص نداره. ما تو چاکرا 1 حالا من یه سوی روم برمیزنم به خاطر یه تخصص بیشترم روی اون مباحث هست. تو چاکرا 1 ما کودکی رو داریم تجربه میکنیم. تو چاکرا 2 امیال میاد بالا. یکی از امیالی که میاد بالا اینه که تو انتخاب میکنی چی میخوای. ایگو اصطلاحاً بیدار میشه و پشت ایگو قضاوته میاد. توی کودکی ما ایگومون میاد بالا اما قضاوتی توش نیست، فقط میخواد. اما قضاوت در چاکرا 2 میاد بالا و فرد نگاه میکنه که این لیوان من که میخوام اینو میخوام یا اونو میخوام و چرا اینو میخوام چرا اونو نمیخوام. ما توی چاکرا 2 یکی از مباحثی که داریم که میتوانیم با جهت دادن به امیال جنسی خودمون وارد حوزه‌هایی از زندگی بشیم که پیشرفت و رشد رو به دنبال داشته باشه. بعد این تا یه جای جواب میده دیگه. شما عملا وارد بحث سرکوب دارید میشید. نوع بهترش میشه مدیریت میکنم. وارد رابطه نمیشم تا مثلا این تیک بخوره، مثلا پی اچ دی رو بگیرم. بعد آیا که پی اچ دی رو گرفتم اون اتفاقی که پایین بعد میافتاده نیافتاده دیگه. چه اتفاقی میفته؟ سرکوب کردی، انرژیشو دادی به اون سمت، تبدیل شدی مثلا به یه انسان بسیار علمی، انسان بسیار توانمند و شاخص تو حوزه فکری و عمل خودت. حالا میخوای، حالا باید نیروی جنسی بیاد بالا دیگه. میاد بالا، اصلا فرد متوجه نشده که این هورمون ها در بدنش آزاد شده، اصلا متوجه نشده. بعد الان میخواد بچگی کنه، الان میخواد بره ناخنک بزنه، الان میخواد بره شری کنه، الان میخواد مثلا جذابیتاشو بیاره بالا. پوستش خراب شده، عضلاتش دیگه اون عضلات مثلا 20 سالگیش نیست. سنشون پایینه. مثلا چند سالش بود؟ حالا 21-22 سالش. نه اینا اولش هم ما فکر داریم در مورد که سن بالا صحبت. نه
همون گفتین نه هنوز خطرناک خوبه. شد هنوز خوبه. تاثیر داره. خب چیش نه خطرناک شد. خوبه. نه خوبه. الان جای خوبیه. همچی صحبت کرده شما من فکر کردم با کسی طرف کردم مثلا 40 سالشه 35 40 سالشه. منظورم این بود که اینا جفتشون مثلا هدفشون تو دانشگاه درس خوندنشون بود. نه الان جاشه دقیقاً. نمیدونم. آره اینو ببینید خیلی سخته. یه نفر مثلا دانشجوی رشته پزشکی اینقدر درساشون سخته که واقعا وقت این که بخوان واسه یه نفر دیگه وقت بذارن ندارن. وگرنه پزشکی خوب ازشون در نمیاد. یه پزشک خیلی معمولی در میاد. بعد واسه تخصصشون نمیتونن بخونن. خیلی خیلی کارشون سخته. ولی خب شهریار همه رو داشته باشیم دیگه تو سن خوبی. آقا 15 16 سالگی جلو مسئول دختران رد میشی حالا تکچرخ بزنی یه دم تیکم نگاه کنی دو تا مطالب بهت انداختن تو هم جواب بدی یا چه میدونم دو تا پسری حرفی زدن تو خلاصه دایورت کنی به داداش محترم چیزای حالا کت زیاد خلاصه آره هر چیز سر جای خودش. ولی که حالا 20 سالگی هم سن بعد این سن اقدامه دیگه. نه ما از همون آمادگی بودیم که میگه از مثلا لحاظ ذهنی آمادگیشو ندارم مثلا چیکار کنم. خب این بنابراین در مورد رابطه فکر کنم اطلاعاتش خیلی کم ممکنه. خب این برمیگرده به همون خودشناسی که خودتون آره میگه هنوز خودشو نشناخته نمیتونه اصلا از باید یه فرصت دیگه بده به خودش. خودشناسی نکرده. اونی که میگه ذهنم آماده نیست خودشناسی نکرده. ترس هم داره. الان بین دو راهیه که وارد رابطه بشه یا نشه. نه میام تکلیف روشن یاد میگم آمادگی ندارم. ترس هم که داره با خودش مشخص بشه. ترس هم که داره کاملا مشخصه. استرس و ترس هم داره. کاملا درست. مرسی که یه لایک براتون. خب جالب شد. آره. خب عجب مثالی. آره مثال بازم اگه بیننده نشدم بگم مامانم چی گفتش که اون بنده خدا هنوز به اون خودشناسیش نرسیده و هنوز خودش رو کامل نشناخته که بدونه چی میخواد اینطوری. البته بحث مسائل فیزیولوژیکی هم اینجا هست. بحث مسائل هورمونی و پرکاری و کمکاری هم هست. یه نفر نظر پزشکی ممکنه که توی سیستم پزشکی جزء آدمایی مثلا سرد باشه دیگه. اینا وقتی امیال جنسی نداشته باشه امیال عاطفیش هم که باید پشت مسائل جنسی حرکت کنه در 15 سال اول بلوغش این اتفاق به ندرت رخ میده. به ندرت یعنی خب طرف میگه من چند یه نفر بیان تو زندگیم که مثلا خب چی بشه بعدش نگاه نمی‌کنن که بگم خب این مثلا به من محبت میکنه منجر به این نتیجه میشه. حواسش نیست دیگه. تجربه قضیه رو هم نداره. در آقایون هم زیاد داریم و فقط به خانم‌ها نیست. در آقایون هم آدم سرد زیاد داریم. خیلی سرد داریم. دیدم که میگم دیدم خوبه. نه آقایونش دیگه چی دیدی؟ آقایونش حواس آدم که داریم در مورد خانم ساده نه آقایونش در خانم‌ها بیشتر شما می‌بینید قضیه. در خانم‌ها بیشتر بود. البته الان رو نمیدونم. اینکه دارم خدمتتون میگم مال 15-20 سال گذشته است. اما الان در هر دو طیف هست به خاطر سبک زندگی‌ها، به خاطر تغذیه‌های بد، به خاطر عدم رشدهای درست جسم. من فکر می‌کنم این آماده کمتر شده نسبت به قبل. یعنی اون افراد تب سرد خیلی کمتر تو این سن و سال می‌دید. تو این نسل. با تو موافق نیستم. چرا؟ خیلی زیاده. کسی اینو داد بزنه بگه آی من مشکل سردی جسمی دارم. خودم نمیدونه داره این مشکل رو. خب آخه نگاه کنیم ما الان بخوام از این این برمیگرده به اینکه الان دیگه اونقدر این مسئله یه چیز مهم نشد. قبلا خیلی مهم بود ولی الان نه. بیشتر رابطه مثلا دوست دارم رفاقتانه باشه. حالا میگه کمتر شده نه کمتر نشده. همون هست ولی اهمیتش اومده پایین. بین دو نفر که رابطه دارن نه منظورم متوجه میشین یا نه
که رابطه هستن دیگه اون اهمیتی که مثلا قبلا فقط سر همون مسئله بود که با هم دیگه رابطه داشتن ولی الان نه. حالا اینه که شما میفرمایید اینقدر چیزی چون یه خطاهای رفتاری هم توش رخ میده ها. من میگم که دنیای امروزی خب به واسطه دنیای مجازی، نسل امروزی به دنیای مجازی و اون چیزایی که خیلی در اختیارشونه بیشتر، اون میل جنسیشون یکم بالاتره. مثلا مثل زمان شما نیست که سرد بشه، زودتر متبدل میشه. آره برای همین میگم ممکنه درصدش کمتر شده باشه افرادی که سرد باشن. اگه بخوایم اینجوری بگیم باید مثلا بگیم انحرافات چیز دیگه، انحراف جنسی رخ میده، سن بلوغ میاد پایین‌تر. آره نه آگاهیشون بیشتر میشه، دوست‌تر زودتر کنجکاو میشن. آره مثلا اگه بخوان، آره یعنی مثلا شما میگین 10-15 سال پیش، خب 10-15 سال پیش خیلی امکانات کمتری بوده و وقتی هم دنبالش نمیرفته و نمیخواستم بره دنبالش دیگه اون به مرور زمان سرد میشده دیگه. خب من میگم دنیا امروزی جوریه که مثلا اگه نخوادم بره دنبالش، خب فیلم سینمایی که میبینه ممکنه یکم بشکونش بگیره. یعنی اصلا اونجوری نیست که کامل سرد بشه، تبش بیاد پایین. میل جنسی وابستگی داره به فیزیک انسان، تغذیه، استراحت، هورمون‌ها، ژنتیک و لایف استایل. اما اینکه شما چیکار میکنید یه موضوع دیگه ایه. بله ما در بارش اطلاعات هستیم، همه چی در دسترسه، حواس هم پرده، هم رو گوشیشون به خاطر بحث فیلترینگ VPN دارن، مجبورن ایمیل ها رو یه جوری با سن و سال بالاتر ثبت کنن. طرف مثلا 12 سالشه، برای اینکه بتونه به اطلاعاتی رو از داخل یوتیوب بگیره خب باید VPN نصب کنه. VPN که نصب میکنه خب ایمیل تو باید ثبت کنی، ایمیل تو که ثبت میکنی باید سن توش مشخص باشه، خود یوتیوب دسترسی بهت نمیده، داره کار تحقیقاتی میکنه بهت نمیده، زیر 13 سال هم چیزی نمیده. بعد مجبوره چیکار کنه؟ تو آپاراتون هم که اطلاعات کافی نداری، VPN هم که استفاده کردی، مجبور سن تو بالاتر بزنی. سن تو که بالاتر تو ایمیل ثبت میکنی، سایت های خاک برسری هم که بهت مجوز ورود میدن دیگه، محدودیت شکسته میشه. اینجاست که تحریک شدن اتفاق میفته. خب اگر از این ور زودتر اتفاق بیفته، از اون ورم زودتر ممکنه کار بیفته ها، چون با یه ناآگاهی شروع شده، اون ورم با یه ناآگاهی. این نمیشه گفتش که نسبت به گذشته. خب اینجور نگاه کنیم گذشته بچه‌ها تعدادشون بیشتر بوده. البته اون بحث بچه‌ها هم کمتر بوده، شب جمعه و خلاصه این هم اتفاق شده. دوره کورسی. آره. نه بحث بچه بازیگریش برمیگرده به اقتصاد. خیلی یا به نظرم الان گول دارن میزنن خودشون. آره با اقتصادی که نمیدونم. حالا بالاخره ما چون صحبت کردیم سر قضیه که چجوری یک سوش هم میگه مثلا از این ورم نگاه کنیم به قضیه. نه میل جنسی عملاً بیشتر نشده، فقط بلوغ اومده پایین‌تر، سن اقدام اومده پایین‌تر. من نگفتم سن جنسی بیشتر شده، من میگم افرادی که میل جنسیشون کمتر شده بیشتر شدن. نه کمتر شدن. نمیدونم، نمیشه قطعی رای داد. آره من کارش که جنسی صحبت کنه. آره بدون اطلاعات دیتایی دادن، ولی خب چیز بود که نگاه شما که آره قابل برم قابل فکر کردن. دوربرتون چی دیدی؟ حالا تو نسل امروزی دارم میبینم فضای مجازی شاید خطرناک شد نسل امروزی، مثلا این فاصله رو باشون بیشتر خیلی. یعنی واقعا گاهی وقتا به خودم که نگاه میکنم میبینم چی جوری داریم ما زندگی میکنیم، چطور ما داریم زندگی میکنیم. هر نسل نسبت به نسل قبلیش یه سری چیزاش اگزاجره تر، طبیعیه، هیچ مشکلی نیست. شما آگاهی دارید، نگاه میکنید، میایین از طرف پدر و مادر نگاه میکنید، میایین از طرف دوستان سن بالاتر خودتون نگاه میکنید. این نگاه قشنگه، ولی نترسید، این سیستم داره بولدوزر میره جلو. میدونین از اوایل 80 تا 90 خب چون بارش اطلاعاتی بود، یعنی
دنیای تکنولوژی به اوج خودش رسیده بود، مخصوصا همسن و ساله من وقتی به 12-13 سالگیشون رسیدم. میگم چند سال؟ من الان 14 سالم. وقتی به اون سونامی اطلاعات و تکنولوژی وارد زندگی ها شد، خب یک جوری حالت سونامی طور وارد شد که وقتی نشد که آموزش داشته باشه برای استفاده از این دنیای تکنولوژی. خب بعد به این واسطه الان حالا با چند سالی که داره میگذره، مثلا از سال 95 به بعد، خب باز این علمه بهتره. یعنی من عقیده شخصی من اینه که اونقدری که نسل زدیا زدن تو جاده خاکی، ممکنه نسل بعدی اونقدری نزدن تو خاکی، چون اما چیزی که دارم میبینم تو دنیای مجازی خب خیلی کمتر به چیز بیهوده داره اهمیت داده میشه. نه اینکه کامل رفع شده باشه، ولی خب خیلی درصدش اومده کمتر و خب خیلی لحاظ علمی دارن بهتر رفتار میکنن، اون آموزشه بیشتر شده. برای همین صحبتم با هم نسلی‌های خودم، این سونامی وقتی وارد زندگی ها شد با خودشون بردن ما رو. آره حرفتون بیرا نیست، ولی خب این همیشه اتفاق میفته. یعنی زمان ما، خب من دهه 50 بچه‌های دهه 70 رو خیلی میگفتن ساختار شکنه و میدیدیم دیگه، یعنی با یک رفتارشون به گونه‌ای بود که میگفتن ما جرئت نمی‌کنیم مثلا با بزرگتر خودمون اینطور صحبت کنیم، ما جرئت نمی‌کنیم اصلا اینو بخوایم، ما جرئت نمی‌کردیم مثلا توی این اقدام بابت فلان موضوع بکنیم. و نتیجهش این شد که عادت کردیم یواش یواش یهو سرکله دهه 80 پیدا شد که دیگه ما گذاشتیم زمین کلا اون هیجاناتی که مرتبط با این سیستم بود دیگه با 80 دارن آقای 8 تا اسب بستن جلوی بوگاتی که داره میگازونه، اسبا هم دارن اینو میکشنش. بعد داریم الان تو 90 میبینیم که اینها باز گرایشاتشون الان دیگه برای ما باز شما میگید یه مقدار منطقی دارن رفتار میکنن، اما این به هم ریختگی رو باز من چون با چند تا معلم هم در ارتباط هستم اینو میگن که ما خیلی سخت داریم راهبری میکنیم. دانش آموز تو پایین شهر گوشی موبایل دستشه، معلم داره درس میده، میگه فلان چیز چیه، مجبور کلاس رو متوقف کنی توضیح بدی، میگه اشتباه گفتی. توی مثلا چت جی پی تی اینو میگه. ما تو دهه 80 کسی کارو نمی‌کرد. و اگر معلم مثلا این سوال عمدن برسه معلم رو ضایع کنه و دیگه اینو گفته حقی بود زیلا. خب میخوای چی کار کنی؟ این باید این دیوارهای قدیمی شکسته بشه، حتی کج و گله بره بالا بریزه، یه سوی کوچولو بزنم. یه فکر کنم شاید صحبت کرده باشم به خیلیا گفتم بعضی دیوارها که کج و گلن رو من چون کارم ساختمانه میگم آقا دیوار رو بریز، از اول دوباره بچین، فونداسیونش رو درست کن، ترازش کن، بعد یه دیوار صاف، یک بنای خوب بیار، بعد اون صاف بچین. بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه آمریکا کشوری شد بسیار اقتصادی، رشد اقتصادی بسیار بالایی داشت، با کشورهای مختلف قرارداد تجاری درست کرد، هم بحث امنیتی، هم بحث چه می‌دونم همه چی اقتصادی، اینها دلار رشد خیلی خوبی کرد، منابع طلای آمریکا بسیار رشد کرد. نتیجهش این شد که آمریکایی‌ها شروع کردن به ثروتمند شدن منجر به اینکه که خب من حالا چی ندارم برم اینم بخرم، من چه لذتی رو نداشتم حالا برم اون لذت رو تجربه کنم، من چی دلم میخواد این کارو بکنم. یواش یواش فساد وارد خانواده ها شد. دولت آمریکا جلوی قضیه رو نگرفت، اجازه داد که این قضیه رشد کنه، هی ادامه پیدا کنه. نتیجهش این شد که یهو طرف چشم باز کرد گفت من تو خونم زنم حال خودم نیست، دخترم با اینجوری، پسرم اینجوری، گرایش یکی دیگه رو نمیدونن چیه، بعد خودم هم سرم جدی گرمه، بعد همه جمع میشیم شب توی خونه کنارم میخوابیم. این چه وضعیتیه؟ بنیان‌ها شروع به ریختن کرد. الان نمیتونم بگم از ما بهترن ها، ولی تو بنیان خانواده و بحث چارچوب‌های رفتاری آمریکایی‌ها چیزی از ما کم ندارن با این همه آزادی که دارن. یک بار خراب شده که الان درست شده، یک بار به هم ریخته که الان درست شده.
ما هنوز داریم برمی‌ریزیم. منصور برمی‌ریختن اولی. جای چیز داره، باید با کسی صحبت کرد که مثلا تو بهزیستی خیلی اطلاعات دارن، مشاورای بهزیستی خیلی اطلاعات دارن، مشاورای روانشناسا خیلی اطلاعات دارن، ما اطلاعاتمون خیلی رو سطح آب، اونا خیلی اطلاعات دارن، بحث روابط موازی و روابط خارج از چارچوب و روابط ول کردی با تعرفات خورده. خب من میگم برای این قسمت کافیه. آره باشه، من در خدمتتون هستم. ما خیلی نیاز داریم که سوالات دوستانم داشته باشیم. سوال نمیپرسن، سوال پرسید تو رو بزنیم سوال بپرسین تا ما اینجا جواب بدیم. بله ما نیاز داریم که بازخوردا رو بدونیم، اینکه فقط نظرات خودتون رو بگیم شاید اینقدر به درد همه نخوره، اینقدر مخاطب نداشته باشه. از این رو این ارتباط کمک میکنه که ما هم اطلاعاتی فکر میکنیم مفیدتر رو دسته‌بندی کنیم، با یه نظم دیگه ای بدیم، شاید این روش بیانه تغییر کنه. همه اینها به ما کمک خواهد کرد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و صبوری کردید و این قسمت هم به آخر رسوندید. خیلی خوشحال میشم اگه افتخار بدیم به بنده ما رو سابسکرایب کنید و اگر از این قسمت خوشتون اومد لایک رو بزنید. سالیابوتی خسته نباشید. متشکرم. امیدوارم که بتونیم مثمر ثمر برای اپیزودهای بعدی هم مطلب داشته باشیم. منم امیدوارم. تا جمعه هفته دیگه خدا نگهدار. چی کار بکنه اگه میخواد وارد شه، چه روشی باید وارد بشه؟ آموزش مخزنی هیچی هم که نمیشه. فروختنمون ما هم درسته؟ موهای من چی؟